سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه اتالی قیماقی میکنیم با راه آسان. بسیار سوال شد که من اتالی قیماقی تیار کنید. ما امروز خواستم با راه آسان با مسله تیار کنم. محصولات به ما لازمه 100 گرم مسله. مسله ما باید تازه باشد. مسله‌مون سلیوچنی مسله تازه باشد. 400 میلی لیتر شیر، یک قاشق کلان آرد، کمتر نمک لازم است. ما در اول مسله آب میکنیم بالای گاز با ما مسله رو آب میکنیم بالای گاز با مسله همطور پرسته اگر ما همراه کرده وای کنیم آب بشه مسله بیچینده برای همین مسله تازگی کنیم بینید با لذت میبیاد. بسیاری ما با قیماق دسترس نیه خیر رسیه با من امروز خواستم با راهی آسان برای زنها توصیه دیم. بسیارتر همه اطلاعات توی معرکای شهر اصفهان استفاده میبرن. نمیدانم راستی دیگه ناحیه های بسیار همین اطلاعات دوست میدارد شهر اصفهان. نه مثلا ما کشتا آب شد که یک قاشق آردامه همراه کرده شروع میکنم. آرده همراه کردیم. ما فقط کافته نیستیم که نسوزد، رنگش سرخ میکنیم. باش رنگ میداره. کافته رو فراموش نکنیم، فقط کافته نیستیم. باید مسله و آردام میخواد دانه چیزه ندرنگش نگاه کنید چقدر سرخ علاقه بویی خوش میکنه. میخواد دانه چیزه نه سرخ کرم میگیریم. چقدر رنگش شد. میخواد سرخی به نور کرم گیریم. نترسیده ما شیر همراه کنیم علاقه رنگش دیگر میشه. ما شیر همراه میکنیم. شیر همراه کنیم. نمک همراه میکنیم. نگاه کنید رنگش چقدر شد. رنگش چقدر شد. برای چی ما شیر همراه کنیم؟ مسله اگر قیماق که کنیم آب همراه میکنیم و من برای مسلکی کردنم شیر همراه کنم باز لذتش دیگر میشد. من اطلاعی مالکای جوش برآور تا کو علابه پست میکنیم که روغن جدا کند. من علاوه پست به اطلاعی جوش ساز روغن جدا کرد اصلی شیر همراه کردنم و بسیارتر میجوشنه. من میخواد رنگش چخشته میخواد میجوشه. اطلاعی ما هم تیار شد. روغنش هم جدا شد. تقریبا 20-25 دقیقه جوشید. اطلاعی ما هم تیار شد. ببینید چقدر دانه چیزیدگی روغنش جدا شدگی. چقدر گرمکه که بینید باید خوش میکند. شما هم حتما برای صبحانه نزدیکان خود تیار کنید. هوا هم خنک اطلاع برای زمستان به نهایت ناز. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساچه کنید و یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه در کانال. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشه.